شیر قدرتمند. 5 تا خبر مهم تو شهریور برات دارم که سومی و پنجمی خیلی مهمه. 1. تمام تمرکزات میره روی پول. این ماه بهترین وقته که پایه‌های مالی امپراتوریت رو محکم کنی و ثروت بسازی. 2. کلامت برنده و آتیشی میشه. این ماه قدرت متقاعدسازی فوق‌العاده‌ای داری، ولی مراقب باش با حرفات کسی رو زخمی نکنی. 3. یه بحران مالی یا عاطفی عمیق در راهه. ماه کامل یه مسئله پنهانی مربوط به پول مشترک یا یک راز رو میکشه بیرون. 4. یه شانس مالی از طرف یه دوست از راه میرسه. اوایل ماه منتظر یه فرصت خوب از طریق دوستات باش. و 5. بهترین روز سال برای شروع یه پروژه جدیده. آخر ماه، ماه نو، یه فرصت عالی برای شروع یه کتاب، پادکست یا کلاس مهم بهت میده. کدوم خبر بیشتر هیجان زدت کرد؟ تو کامنت ها بگو. اگه میخوای تاریخ دقیق این اتفاقا رو بدونی، پکیج کامل شهریور روی سایته. لینکش هم توی بایوه.